از عبدالله فرزند عمر خدا از آنها راضی باشد روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: مسلمان کسی هست که سایر مسلمانان و یا خود جمع مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. مهاجر واقعی کسی هست که آنچه را که پروردگار ممنوع کرده رها کند، یعنی ترک آن کند. کتاب ایمان، مسلمان و مهاجر، باب 3.